سلام دوستان، آرمین هستم به این ویدیو دیگه و خوش آمدید. این ویدیو اومدیم با رتبه‌بندی تمام کریست‌های داخل بازی سیکساین از اس تیر تا دی تیر، بهترین تا بدترین. اولین کریست هانتر داریم. کریست هانتر کریست خوبیه و برای اول بازی مثلا خیلی خوبه. خیلی با پوگوش زیاد بلد نیستم ولی من پوگوش واقعا دوست دارم و به نظرم خیلی سریع و سرعتیه و برای اسپید رنر مثلا همه با کریست هانتر میرن، مثلا کریستشون رو عوض نمیکنن. من کریست هانتر خیلی دوست دارم و میخوام بذارمش توی ای تیر، یا ای تیر یا بی تیر. ای تیر خوبه، ای تیر میذارم. کریست بعدیمون اس تیر هم میتونیم بذاریم، میخوای اس تیر نه بذارم ای تیر. خب کریست بعدیمون کریست بست، نه اسمش بیسته. حالا بیست من واقعا دوستش ندارم زیاد، میذارمش تو همین سی تیر بذار باشه، یا سی تیر یا بی تیر میذارمش. زیاد خوشم نمیاد ازش ولی خب یکم قویه دیگه. نمیدونم چرا سی تیر دوست دارم بذارمش دیگه. کریست سی تیر به نظرم جای خوبی باشه برای کریست بیست که تو اکت یک هم میتونیم جفتشو داریم دیگه. کریست ونده واقعا کریست خیلی خفنیه اگه درست گفته باشم، هم صورتی هم خفنه. فقط 3 تا زرد پوینتش یکم زیاده، کاش یکم زردشو کم میگه چون برای باس فایت زیاد زرد خوب نیست. ولی من بازم خیلی 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 دوستش دارم. یه استیر رو باید بهش بدیم یا ایتیر. استیر، آقا استیر عاشق کریست وندرم، یکی از کریست مورد علاقه است. این کریست هم واقعا شاهکاره جدی، ولی یکم پوینت از کریست قبلیه. ولی بازم میذارمش، میخوام بذارمش تو استیه چون مثلا لیاقتشو داره و برای کسایی که پوگوشون زیاد قوی نیست پوگو خوبیه. چرا؟ چون خیلی شبیه هالو نایت، حال شبیه اون قبل کریستیه، خیلی خود هالو نایت، ولی این یکم راحت تر از اونیه چون یکم طول میکشه تو بخوای پوگو کنی. من میذارمش تو استیه پشت اون قبلیه دیگه. کریست بعدی آرتیکیت داریم، ویچ داریم و شما آرتیکیت میذارم. آرتیکیت یا بعد بذارمش استیه داشتی یا بذارمشون دی تیر. از یه لحاظ خوبه، میتونی کرافت کنی و اینکه هیچ کریستی کرافت نمیشه کرد، ولی از یه لحاظ بعد چون پوگوش بده، نمیدونم خیلی سخته مثلا. ولی از یه لحاظ خوبه چون که خیلی جا داره، یعنی 2 تا زرد 2 تا آبی 3 تا بنفش، ولی یه دونه سفید هم نداره که با بخوایم روش یکم مثلا کارمار انجام بدیم. من میذارمش یه دونه تو استیر میذارمش، یه دونه میذارم تو دی تیر. به نظرم گزینه خوبی که جفتشون یا بعد استیر باشه یا دی تیر، بگم جفتشون خوب باشه دیگه. نمیدونم چه جوری. کریست ویچ هم واقعا شاهکاره ولی نه که تو استیر بخوام بذارمشون کنار اونا. به نظرم ای تیر جای خوبیه. کریست ویچ هم کریستی که سخت به دست میاد، یکم باید کار بلد باشین و مثلا برای گرفتنش یکم سخته دیگه. ولی خب کریست جالبیه ولی هیلش خیلی سخته، مثلا بیشتر باز زیاد به کار نمیاد، هیلشون خیلی باز تکون میخورن و سخته هیل کردن. من تو ای تیر فعلا میذارمش. کریست شما هم کریست بدی نیستش، نمیدونم یا بی تیر یا سی تیری بذارم یا ای تیر هم میتونم بذارم. کریستی که من واقعا زیاد به کار نمیبرم ولی اون که میتونی مثل هالو نایت بزنی خیلی خوبه. مثلا پوی سرم بزرگه، مثلا یه رنجش خیلی بالاه. پوگوشم هم پوگو یکم یکم کمه و اینکه کریستو میذارمش یا ای تیر یا بی تیر یا سی تیر. نمیدونم. حالا امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ایده های بعدی هم بگین. الان میذارم کجا بذارم. ای تیر جای خوبیه.